چین باج گمرکی 5000 محصولات آمریکایی از جمله گوشت، سبزیجات گوناگون، شربت، روغن، چای و قهوه را بلند برداشت. کشاورزان آمریکایی نگران شدند. ترامپ وعده داد زیان آنها را از حساب افزایش باج به محصولات چینی جبران می‌کند. امسال خرید چین از کشاورزان بسیار بلند است، تقریباً 15 میلیارد دلار و ما کار میکنیم که وضع کشاورزان ما خوب باشد. آنها کشت و فروش را ادامه میدهند. اگر کم فروشن هم عین پول را به دست میارند تا زمانی که کارها درست شوند. همین گونه کشاورزان، استحصال کنندگان و حکومت ما خوشحال میشوند چون ما میلیاردها دلار به دست میاریم. ترامپ گفت از بس که صادرات چین زیاد است، از جنگ تجارتی با آمریکا چین زیان بیشتر می‌بیند. تحلیلگران چینی میگویند در دراز مدت آمریکا ضرر می‌بیند. در کوتاه مدت چین و آمریکا هر دو از باج‌ها زیان می‌بینند، ولی بعد 3 تا 6 ماه فروشندگان و مشتریان در آمریکا قیمت آن را می‌پردازند. بر اساس محاسبات ما از افزایش باج قیمت محصولات شرکت‌های چینی 10 و از آمریکایی‌ها 90% یا بیشتر از این افزایش می‌یابد. تخمین می شود که بس سبب افزایش باج محصولات چینی آمریکایی ها سالانه برای مال و محصولات 700 میلیون دلار زیادتر خرج می کنند. شیوه ارزیابی او از باج و تجارت از نظر اقتصادی اصلا معنی ندارد. کسر 400 میلیارد دلاری تجارت ما با چین معنی آن را ندارد که مشتریان در آمریکا فایده نمی بینند. دونالد ترامپ گفت ضرر باج را میتوان با تولید محصولات در داخل آمریکا جبران کرد. واکنش بازارهای مالی به جنگ تجارتی منفی بود، اما بعضی سرمایه‌گذاران نگران نبودند. واضح است که در کوتاه مدت و دراز مدت و تا زمانی که اقتصاد به نتیجه بهتر مطابق گردد وضع دردناک می شود. و فکرم این گونه خبرها به شک تلاطم را زیاد می کند. وقتی ثمره همه این کار را دیدیم، بعداً در 3 ماهه چهارم درباره نتیجه ها گپ زدن ممکن است. با وجود این اقتصاددان ها میگویند جنگ دوامدار تجارتی برای هیچ کدام طرف خوب نیست و خواستند که ماجرا زود حل شود. دونالد ترامپ گفت مسئله را به زودی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین بررسی میکند. عین زمان افزود آمریکا میتواند به محصولات وارداتی چین با ارزش 325 میلیارد دلار باج 25% اضافه کند.